خبر عاجل: همسر و پسر محمد علی حید از طرف مقامات امنیتی بازداشت شدند. ظهر امروز بعد کوفتوکوب منزل محمد علی حید، پسر او فیروز با مادرش صبرینیسا جورایوا بازداشت و به مکانی نامعلوم برده شدند. فیروز را که در کوچه بوده است، چند کارمند مقامات امنیتی خواستند بازداشت نموده به ماشین نشانند، ولی او فرار کرده به خانه اشان در آمده است. بعداً کارمندان مقامات امنیتی به خانه آنها در آمده آنجا را کوفتوکوب کرده. بعد کوفتوکوب فیروز و مادرش را بازداشت نمودند. با اطلاع همسایه ها 6 نفر با لباس ملکی آمده در را آنقدر سخت کوفتند که نزدیک بوده است شکند. یک هفته اخیر نام محمد علی حید بنابر شکنجه شدنش در بازداشتگاه رسانه‌ای شده است. مقامات شکنجه شدن او را رد می‌کنند. با گمان غالب همسر و پسر محمد علی حید برای گرفتن بیانات علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و به اساس نشان دادن شکنجه محمد علی حید بازداشت شدند. از بینندگان عزیز خواهش می‌نمایم هر معلومات در این باره دارند لطفاً به ما ارسال نمایند.